سلام رفیق. امروز درباره یه مشکلی که خیلی هامون باهاش دست و پنجه نرم میکنیم حرف میزنیم. یه بوست. تا حالا شده بری دستشویی، بشینی زور بزنی ولی هیچی نشه؟ اون حس سنگینی و دلدرد رو میشناسی دیگه؟ آره، داریم درباره یه بوست حرف میزنیم. امروز قرار خیلی ساده و بدون هیچ خجالتی بریم سراغ یه بوست و راه حل‌های واقعی براش پیدا کنیم. با من همراه باش. میدونی رفیق، آلو خشک یه دوست واقعیه برای روده‌هات. صبحها قبل از اینکه بری سراغ گوشی، 3 تا 4 تا آلو خشک رو که از شب قبل خیس کردی بخور. آلو خشک پر از فیبر مثل یه جارو برقی همه چی رو تمیز میکنه و میبره بیرون. یادت باشه، آلو خشک با آب فراوان. فیبر مثل یه اسفنجه، اگه آب بهش نرسه بدتر اذیت میشی. میوه خوردن که همیشه میچسبه، اما یه سری میوه ها هستن که برای یه بوست هم معجزه میکنن. کیوی، انجیر، گلابی، سیب با پوست، اینا پر از فیبرن و مثل یه روان کننده طبیعی برای روده‌هات عمل میکنن. سعی کن هر روز حداقل 2 تا از این میوه های جادویی رو توی برنامه غذاییت جا بدی. مثلا یه سیب خوشمزه رو با پوست برای زنگ تفریح ببر، یا یه دونه کیوی رو برای بعد از ناهار نوشجان کن. سبزیجات مثل کاهو، اسفناج، چغندر و کلم بروکلی قهرمانان واقعی مبارزه با یه بوست هستند. این سبزی‌های پرخاصیت حجم مفعول رو زیاد میکنن و باعث میشن خیلی راحت‌تر و بدون زور زدن دفع داشته باشی. مثلا یه سالاد خوشمزه با اسفناج و کاهو برای شام درست کن، یا یه لیوان آب چغندر تازه رو برای میان وعده بخور. غلات سبوسدار مثل نون سبوسدار، برنج قهوه‌ای، جودوسار برای یه بوسته عالی هستند. این غلات پر از فیبر هستند و مثل یه جارو برقی قدرتمند روده‌ها رو تمیز میکنن و یه بوست رو به کلی از بین میبرن. مثلا برای صبحانه به جای نون سفید از نون سبوسدار استفاده کن، یا برای ناهار به جای برنج سفید برنج قهوه‌ای بخور. رفیق، اگه میخوای از شر یه بوست خلاص بشی، آب بهترین دوستته. آب به فیبر کمک میکنه تا کارش رو بهتر انجام بده و باعث میشه مدفوع نرم بشه و راحت‌تر دفع بشه. سعی کن در طول روز حداقل 8 لیوان آب بخوری. میتونی یه بطری آب همیشه همراهت داشته باشی و هر از گاهی ازش بخوری. یادت باشه، بدون آب فیبر فقط بار اضافه است. ماست، پروبیوتیک و ترشی خونگی سرشار از باکتری‌های خوب هستند که به روده‌هات کمک میکنن تا بهتر کار کنن و یه بوست رو از بین ببرن. سعی کن هر روز یک کاسه ماست پروبیوتیک بخوری و در کنار غذاهات از ترشی خونگی استفاده کنی. اگه به تازگی آنتی بیوتیک مصرف کردی یا تغذیه نامناسبی داشتی، مصرف ماست پروبیوتیک و ترشی خونگی رو بیشتر کن. خب رفیق، دیدیم که یه بوست یه چیز طبیعی و شایع توی دنیاست، اما نباید عادی بشه. تو با یه تغییر کوچیک توی سبک زندگیت میتونی از شرش خلاص شی و یه زندگی راحت و بدون دردسر رو تجربه کنی. بدن تو لایق آرامشه، نه زور زدن و دل درد. با رعایت نکاتی که گفتم، به بدنت احترام بذار و از یه زندگی سالم و پر انرژی لذت ببر. اگه این ویدیو برات مفید بود، لطفاً لایک کن، سابسکرایب کن و تو کامنت بگو که دوست داری ویدیوی بعدی درباره چی باشه. تا ویدیوی بعدی، با یه روده خوشحال، خداحافظی کن.